ورزا بدرم دستمال نگار شوم و آبم ببرم ورزا بدرم هوای ورزا بدرم دستمال نگار شوم و آبم ببرم آبم ببرم پیشک یارم ببرم آبم ببرم پیشک یارم ببرم سر در بغلش مانم خوابم ببرم سر در بغلش مانم خوابم ببرم شوی چی مانندک ماهینا پیدا شوی چی مانندک ماهینا پیدا شوی چی مانندک ماهینا ببینم روته شمورای ورزا جان بیارم روته ورزا بدرم هوای ورزا بدرم دستمال نگار شوم آبم ببرم ورزا بدرم هوای ورزا بدرم دستمال نگار شوم آبم ببرم آبم ببرم پیشک یارم ببرم آبم ببرم پیشک یارم ببرم سر در بغلش مانم خوابم ببرم سر در بغلش مانم خوابم ببرم چشمانی سیاه بناز ره گردیره چشمانی سیاه بناز ره گردیره رم گرده دلک مقام میگیره ای کاش دل برام نبینی غم خوریره رم گرده دلک مقام میگیره ای کاش دل برام نبینی غم خوریره هوای ورزا بدرم دستمال نگار شوم و آبم ببرم ورزا بدرم هوای ورزا بدرم دستمال نگار شوم و آبم ببرم آبم ببرم پیشک یارم ببرم آبم ببرم پیشک یارم ببرم سر در بغلش مانم خوابم ببرم سر در بغلش مانم خوابم ببرم سر در بغلش مانم خوابم ببرم درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. با یک ترانه ورزا بدره برنامه امروزه ما آغاز گردید و ما نیز در دره ورزا حضور داریم در حلقه هنرمندان معروف ناحیه ورزا و امروز تصمیم داریم که در برنامه گنجور گنجینه های بی‌بهای فرهنگ مردمی ورزاب را بیرون براریم و برای بیننده تلویزیونی سفینه پیشنهاد کنیم. واقعا یک ترانه خیلی جذاب و معروف و معمول است این ترانه ورزا بدره که تمامی مردم تاجیکستان این ترانه را دوست می‌دارند و اکثری مردم این ترانه را حفظ کردند. خب بیا درباره همین ترانه بگیم که این ترانه چگونه تولید شده است و چقدر موقع دارد، عموما در کجاها این ترانه اجرا کرده می شود؟ هنوز از دوره‌های خورده که ما جوان بودیم و بسیاری این بچه‌ها در اینجا جوان بودند، همین سرود من استاد نرزقل قادریوف، استاد حاکم زاده اجرا می‌کردند و دیگر هنرمندایی بودند که امروز در بین ما نیستند. آنها هم این سرود را
اجرا میکردن یک سرودی عمومی بود، نه همه برای اون اجرا میکرد. تمام مردم ورزاب و تمام مردم تاجیکستان هم این سرود را یک اصلا ریشه های فولکلوری دارد این سرود. بله، یکی از سرودهای فولکلوری است که در بین مردم بسیار پهن شده است. این سرود را نیز شادروان کرامت الله قربان سراییده است. این سرود را در بسیار منطقه های تاجیکستان می‌سرایند. این سرودی مشهور است، سرودی خلقی است و عمرش دراز است. عموما در همین ناحیه ورزاب چگونه سرودهای فولکلوری موجود است؟ عموما مردم در دهه‌ها چگونه سرودها را اجرا میکنند؟ چگونه روبایی‌های خلقی است که امروز مثلا هنرمندان آن را جمع‌آوری کرده و پیشنهاد می‌سازند؟ اصلا سرودهای فولکلوری در بین مردم است. از بین مردم، از بین خلق بیرون میبراید. یعنی که مثال در ناحیه ورزاب هم بسیار سرودهای هست که با مانند بیا بریم با ورزاب، لیلا لیلا جان و چندین سرودهای دیگر، دلبر جان و چندین سرودهای دیگر هستند که سرودهای فولکلوری در بین مردم ورزاب. این سرودها دایم در دهه‌ها، در مثلا در بین موسفیدان سراییده می شوند و سرودهای مثلا با مانند استای لنگ سرتراش و چندین سرودهای دیگر هستند که در بین مردم هستند. البته بسیاری سرودها با واسطه هنرمندان محبوب کشور سراییده شدند که در تمام سرتاسر کشور سراییده می شوند. این سرودها کارکرد می شوند وقتی که هنرمندان معروف مثلا این سرودهای مردمی رو می بینند. بعضی هنرمندانی هستند که با اجرای ترانه‌های مردمی معروف شدند، شناخته شدند در کشور. نسیم می‌وزد از سوی ورزاب، نسیم دلکش و دلجوی ورزاب، هزاران نکهت گل را گرفته به پهنا میبرد از کوی ورزاب. حلاوت میبری جان و زیاده، نشینی در کنار جوی ورزاب، دلت را میبرد با یک تبسم نگاه دختری خوشروی ورزاب. نه تنها ناحیه زیبا منظری ورزاب، تمام منطقه های تاجیکستان اینها گویم مرکز شعر و سرود هستند. فولکلورهای به خود خاص دارند. به خود فولکلور خاص دارند، چه در ناحیه فیض‌آباد، چه در درنگره، چه در فرخار و در مسجد و در ناحیه عینی و فلغر و فون و دیگر جا. چون که همه خلق تاجیک ما از ازل اینا سخندوستند و سخنگوی هستند و حافظ هستند. من مثلا نه پیشتر درباره سرود ورزاب بدر گفتیم. سرود ورزاب بدر رو از قدیم میخوانند، خیلی تاریخ کهن دارد. حتی استاد ظفر ناظم خواندند، استاد شیرعلی سفر یکی از سرایندگان همین سرود است. من اکی نرجکول خودی و نجم‌الدین خوانده است و دیگر سرایندگان تاجیکستان و بیرون از آن میخوانند. چرا؟ چون که این سرودهای تاجیکی ما در تمام منطقه‌های تاجیکستان بسیار دلکش هستند. بله، بسیار خوشنواز هستند. من مثلا تا امروز سرودی و شب بخیر استاد بهادر نعمت. بعضی سرودهای هستند که اون رو مثلا مال یک هنرمند است ولی از زیاد اجرا شدن، از زیاد مثلا بازخوانی شدن آهسته آهسته فراموش می شود خواننده اصلی او، مؤلف اصلی او و مال مردم می شود. انا اساسش همین که بزرگ همین خلق است. یعنی چی حافظان، چی شاعران، چی شخصان دیگر که اینها مطربان و من مثلا سخنگوی هستن، همینو از بین خلق میبرن. بهترینش خلقی است. عموما در ناحیه ورزاب در روستاهاش چگونه هنرمندان هستند؟ هنرمندانی که همون عنعنه‌های قدیمی، همون سرودهای قدیمی رو حفظ میکنن، نگهداری میکنن و بخش فرهنگ برای همکاری کردن، برای دستگیری آنها چه کارها انجام میگیرد؟ اکنون بخش فرهنگی ناحیه ورزاب امروز در نزد خود وظیفه گذاشته است که همون سرودهای خلقی که پیشتر سروده بودند و بعضا سرودهای نو رو نیز تیار کرده ایستاده در روزهای نزدیک یک پروگرام نوی دیگه پیشنهاد میکنند. چون که این باد و هوای فارم ورزاب خودش یک منبع الهام است. منبع الهامی هم شاعران است و هم سرایندگان است. واقعا و درای ورزاب یک درای خاطره ها است برای مردم تاجیک. درای هست که اکثری بزرگان ما از اینجا خاطره های زیبا دارند، شعرهای زیاد در وصف در گفتند. ولی باز به همون گنجینه ها برمیگردیم که گنجینه اصلی اینجا مردم هستند، خلق هستند که همون فرهنگ و عنعنه و
فولکلور قدیمی رو حفظ میکنن، نگهداری میکنن همین شیرین است. در بزم ها آن رو بله. بازخوانی میکنن. خب هنرمندان رو میتوانید برای ما بگید که عموما در روستاها کیایی هستند که همین گونه مثلا فولکلور عموما گنجینه ها گنجوری به بهای همین منطقه؟ مثلا بگیریم اگر ما در نزد ما یک پیری خیرات، یک پیری هنرمند نشستند که این کس به سن 96 رسیدند و جوانی 96 ساله. جوانی 96 ساله و این کس مثلا ببینید یک بسیار یک هنر گرغولی سرایی دارد که این یکی از شاخه های هنری مردمی ملت تاجیک ما می باشد و ما مشتاقیم که شما یک ترانه زیبای گرغولی را پیشنهاد ما گردانید. تشکر زیاد. رحمت. این گلخوری قدیمی های بچه همه تمامش همه خب من هیچ گم نمیکنم همه گوان که همه بیگه گلخوری های تا کوتا تا پیر جوان تیار میسته که گلخوری سر میشه. شما از کی آموختید؟ من ای بابایتون در کجا اجرا میکردن؟ چگونه بزم میشد؟ همه میگفتن که گلخوری خانم از بابای من خوشلاق همه میومد همه زمستون آچیرت بود دلان چری زده تا کی گلخوری خانم اون وقت موزیکال نبود در زیده موزیکال نبود بزم های گلخوری خانی میشد. در سن 97 سالگی سخن کردن و سرود خواندن این یک قهرمانی است. من مثلا یک آدم 50 ساله بزرگ دو کیسه کشیده بریم این بابام در سن 97 سالگی 3 کم 100 بهترین وای دارم صدا دارم بهترین هنر دارم. عجیب این است که مثلا در ورزا من در ناحیه ورزا با ژانرهای گوناگون سرود میخونن. یعنی هم ژانر فلک هست و هم مثلا گرغولی هست و باز مثلا اما حتی مقام رو اجرا میکنن و یک طرز خاص سرودخوانی در اینجا نیست هست که مثلا بیشتر سرودهای آرام را اجرا میکنن. بله بسیار درست قید کردید. امروز من استاد در اینجا استاد نرزیقل قادری در نزد ما شیشتند که این کس با مقام میخوانند، طرز خلقی میخوانند و اگر لازم شود با سرودهای استرادی میخوانند و در منطقه ورزاب تمام ژانرها یعنی که استفاده برده می شود. مثلا فلک خوانی هست در منطقه زیده و در منطقه تگاب بسیار جوانایی هستند که فلک بسیار به طرز خوب میخوانند. یعنی که با کدام سبک میخوانند؟ سبک بدخشانی است که سبک خطلانی است؟ سبک های خطلانی قطعی بسیارتر
با سبک خودی ورزابی هم هست که مثلا با سبک ورزابی میخوانند. ما میخواهیم که یک فلکی ورزابگی اینجا سراییده شود. از استاد عبدالصمد سعید خواهش میکنیم که یک 4 مصرع فلکی ورزابی. ای دختری بر زوبی من یا ریتویم، من یاری وفاداری تویم. ای دختری بر زوبی من یا ریتویم، من یاری وفاداری تویم. من میخواد شک سرودایی و فلک ورزابی آرام و همین طرز استاد شعرهای سفر میخونن استادی ما. خب و باز کیا این فلک را اجرا میکنن؟ و امروز با بسیار جوانایی هستند که سرودای فلک را اجرا میکنند و اینجا از ابوبکر خواهش میکنیم که یک سرودی فلکی برای ما پیشکش کنند. خب مرحمت. بالین سرم سنگ تو را میمانم، جان من خاکی تو را به دیده ها میمالم. ای کشوریش تاجیکستانی عزیزه، با نامی تو من در همه جا میبالم. با نامی تو من در همه جا میبالم یوره.
خب یکی از نقطه های خیلی زیبا که هم هنرمندی هم فولکلور رشد کرده است تا حال هست این همین جماعت زیده است. خاصا دیه های خیلی زیبا دارد. عموما توی ها بزم ها چگونه در اونجا برگزار میشه؟ ما بسیاری محل در همین توی ها همین فلک سرایی میکنیم. فلک حالی هم ما دوام داده ایستادیم. وقتی ما کودک بودیم نه میکروفون بود نه فرض کنیم این گونه همین دستگاه ثبت نبود. مردم اصلا این خیلی بود. در توی ها مثلا توی عروسی داماد میشنوندن، موی سرش میگرفتن، سرتراشون میخوندن. سرتراشون خودی واقعی بود، حقانی بود. پاک و تراش میکردن. با پاکی میتراشیدن، تپ تازه و رویمال میبستن، سرتراشون رو میخوندن. خلاصه گلخنی بلند میافروختن و گرد گلخن مردم رقص و بازی میکنن. اینقدر شیرین بود، اینقدر ناتکرار بود. حتی من کودک بودم با یادم هست تمام موی سفیدان بابای صاحب نظر بودن، بابای عبدالله، بابای فیض‌الله، اکی عبدالشکور دیگر از دهه زمشیرات هستم. همیشه میخوندن یک دایره داشتیم. اسباب موسیقی هم بسیار نبود چون که در دهه ما اصلا همین موسیقی نوازا خیلی کم هستن. بودند و کم بودند و امروز هم زیاد نیستند. من خیلی نه اکنون بچهای نو پیدا شدن با اسبابای هم خلقی هم فرض کنیم اسبابای برقی می نوازن، سرود میخونن. همین موسیقی‌ها میخوندن، استای لنگ سرتراش میخوندن. یا که سرودی وای بود برار بود وقتی آوردنی عروس از خانه فرض کنیم از خانه خدا بسیار عجایب میخوندن. ما هم آواز میشنیم. و حاجی هست در یادتون هست از همون پاره های از همون مثلا سرودهایی که در توی ها اجرا میشد اون وقت و مثل یک صحنه عجیب بود. همین سرودی سرتراشان. این سرودی سرتراشان این سنت قدیمه تاجیک است. یادم است که یک دو موسفید اوجه میگرفتن و بعد دیگرها خوش میشدن بعد شام بارک باد میگفتن. ما ماشینای من بورتوای بود، ماشینای تختگی بود. این خشلوق با این خشلوق میشتیم و آوازخوانو ای پیش میستودن. ما عقفا ای بیا دادر کجا رویم مایه شام مبارک باده ای بالای دامی لولیان وای شام مبارک باده گفته در طوری ماشین تا خانه عروسه. بله. اگر مثلا توی در یک روستا میشد عروس مثلا از کوچه دیگر میشد از خانه داماد تا خانه عروس پیاده میرفتن. بله. گروه مردم میرفتن. مسافه کم پیاده میرفتن، مسافه دوره در ماشین ها و در اسبا و میبردن. همین خیلی سرود خوانده یک ساعت یک و نیم ساعت میرفتن با سرود خوانده می آمدن. با بار ما در یک توی عروسی دهه زیده کلان اشتراک کردیم. اونجا یک گروه دایره نوازان نمیدونم یک 20 نفر بود، 40 نفر بود، زن و دختر و همه دایره به دست از همین طرف سرودخوانان رفتن تا خانه عروس گرفتیم آوریم. همین خانه عروس تا خانه داماد گمان کنم یک 30 متر بود، همینقدر مسافت بود. سرود میخوندن، ربایی میخوندن، بیشتر فولکلوری بود، خلقی بود. بله. شما در یادتون هست ربایی های همون وقتی که اجرا میکردن؟ شهر میرفتن میبردن عروس میبردن، بعد شاهم رفته در بیابان جاله در سر مخمل گریبانی شاهی رفته باز آمد. بعد که خونه که میبردن بعد همه میری جان خوش آمدی، میرزا جان خوش آمدی. میرزا مثال مردک میر زنک عروس. هر ملت رو، هر خلقیت رو، هر دولت رو با همون فرهنگ قدیمش، با عرف و عادت‌های قدیمش میشناسند و معرفیگر ملت نیست همین فولکلور از سرودهای قدیمه هستن. همون گنجوری بی‌بهایی هست که نهفته است و حفظ شده است و تشکر زیاد میگویم به شما که امروز در این برنامه ما رو همراهی کردید و یک صحبت جالب نیز داشتیم اطراف فولکلور، اطراف گنجینه های بی‌بهایی منطقه و این به قول از نوگی
خمیر فطیر است. حالا اگر درباره فولکلور، درباره همین گونه گنجینه ها زیاد، ایجادیات خلق زیاد حرف زنیم کم است، چون یک دریای بیکرانه است، مثل همین دریای ورزاب است که همیشه روان است و روان است و روان. و در انتهای برنامه برای ما چی پیشنهاد میکنید؟ حالا از طرف هنرمندای بخش فرهنگی نوی ورزاب میخوایم که یک سرود با نام میشود ورزاب باز آباد می منزلی که سیل و سیاحت باب در اجرای همه هنرمندان اجرا کرده می شود و با سرداری استاد نرزقل قادری. خب تشکر زیاد. مرحمت. مرحمت. شود آباد باز بر زابونه منزلی سیل و سیاحت بابونه می شود آباد باز بر زابونه منزلی سیل و سیاحت بابونه هر کسی آید به سوی این دره از تماشایش حلاوت میبره هر کسی آید به سوی این دره از تماشایش حلاوت میبره می شود آباد باز بر زابونه منزلی سیل و سیاحت بابونه منزلی سیل و سیاحت بابونه دخترانی موسیای انبرین موی ها را شانه کرده تا زمین دخترانی موسیای انبرین موی ها را شانه کرده تا زمین می شود آباد باز بر زابونه منزلی سیل و سیاحت بابونه می شود آباد باز بر زابونه منزلی سیل و سیاحت بابونه هر کسی آید به سوی این دره از تماشایش حلاوت میبره از تماشایش حلاوت میبره می شود آباد باز بر زابونه می شود آباد باز بر زابونه منزلی سیل و سیاحت بابونه منزلی سیل و سیاحت